اگه فروش واسطه‌ای انجام میدی و یا اینکه محصولی داری که وابسته به یک سری سیاست‌های قیمت گذاری هست، مثلا یک برند تولید ملی رو نماینده هستی یا فروشنده واسطه هستی یا به هر شکلی یه سری تأثیرات داره روی قیمت گذاری و خود تصمیم گیره نهایی نیستی، بیشتر باید فروش رو داری به دوش میکشی. تو این شرایط حالا تجربه‌ای که من برام اتفاق افتاده و میفته این هست که مثلا اعلام میکنن از این بازه زمانی تا این زمان فروش بسته. خب تو قبلش یه تلاشی برای فروش کردی، برای جذب مخاطب، متقاعدسازی مشتری، یه اعتماد ایجاد کردی، یک سری خرید کردن، خرید چندمه یا اینکه مشتریای جدیدی هستن فلفور محصول رو میخوان. تو این شرایط که فروش بسته است، بهترین و حرفه‌ای‌ترین پاسخ این هست که بگیم با عرض نظر به دست مثلا کارخونه یا حالا فعلا در حال حاضر فروش بسته شده، لیست قیمت جدید داره میاد، به محض اینکه قیمت ها بروز شد و به دست من رسید، من طی اولویت مثلا شما مشتری ثابت ما هستید، من به شما اعلام میکنم یا بدون اطلاع میدم. میتونید حالا اگر اسمشو نمیدونی مشتری جدید اسمشو بگیری، شماره تماس شما واتساپ بگیری، یا اینکه اگه میدونیم که میگه آقای خانم فلانی من به شما اطلاع میدم در سریع ترین زمان ممکن. این حرفه‌ای ترین پاسخی که مشتری میدونه که تو حواست بهش هست و اینکه او پس جای دیگه هم ممکنه به همین ترتیب باشه، نمایندگی های دیگه. و اینکه اگر روی سایت هم میگذارید بهتره که اطمینان موجود نزنید، موجودی رو صفر نکنید تو این شرایط، چون خیلی از کارفرما اصرار دارن که موجودی رو صفر کن. یعنی حداقل تجربه‌ای که من داشتم برای من اتفاق افتاده و میافته اینکه بزنید تماس بگیرید یا گزینه استعلام قیمت رو فعال کنید یا بزنید اون گزینه به زودی. موجودی رو وقتی صفر بکنیم به لحاظ سئو اگر چندین بار تکرار بشه، مثلا فرض کنید کاتگوری مختلفی تو سایتتون دارید، محصولات مختلفی، اگر امروز یکی رو ناموجود کنید یه دسته رو مثلا 20 سالی محصول و مدل‌های مختلف، فردا یه دسته دیگه، این به سئو سایتتون تو بلند مدت آسیب میزنه. موفق باشید.